عزیزان من، افغانا عزت با عفت با غیور مخلص و صمیمانه کمر قربانی را و فدایی را بسته کردند بر علیه قیام نظام کفری و یهودی و عیسایت و بر علیه قیام سکولرا. اتحاد جماهیر شکست خورد. کسایی که مجاهدین بودند آن وقت همه شما عزیزان القدر میشناسین و شناخته دارین. همراه آن رهبران بر علیه قیام اتحاد جماهیری جهاد فرض عین بود و جهاد مقدس بود. متاسفانه کسایی که رهبران بودند افغان ملت ما شما آنها را قدر احترام داشتند قلبا و دماغا، آن رهبران میلان و کجروی طرف دنیا مایل شد و کجرو شدند و در ماده پرستی و مفادات و خودغرضی مصروف ساختند. جان خود را قربانی ها را اشخاص و کلیدی ها اقشار افغانا داده بودند. هر کدرا موجود بودند، از پانتون ها و لیسا و فاکولتا گرفته تا دارالعلوم و مدارس، از مدارس گرفته تا مساجد، از مساجد گرفته تا هر قصبه و هر قریه، هر ولسوالی، هر فرد افغان دعوا داشت که جهاد و مقصد و هدف همین است که اخراج تجاوزگرا و تطبیق و تنفیذ نظام اسلامی سرتاسری کشور. تفریقی ورکی کلی ټول یو افغانستان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، د شیخ صاحب فرمان دی. لغرب تر شرق شمال جنوب یو افغان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، د شیخ صاحب فرمان دی. استخلاص دروازې کړې ټولو ته امر دی والی که قومندان دی، د شیخ صاحب فرمان دی، د شیخ صاحب فرمان